سلام دوستان، خیلی خوش آمدیم به ویدیو دیگه. من امیر گیم ایکس هستم و امروز اومدم با یه ویدیو دیگه از بازی مایکرافت. امروز اومدیم با میشه گفت بعد 11 تا ویدیو یوتیوب امروز بعد چند ماه دوباره اومدیم با هم دیگه ویدیو بگیریم و حالا تازه کارم تو یوتیوب. میدونم که خیلیاتون شاید خیلی من نمیشناسید و قطعا خب من توی ویدیوهای قبلیم اول ویدیو کنم 11 تا فعلا فکر کنم ویدیو گذاشتم، 7 تا 8 تا نمیدونم، با تصویر می اومدم و اینجوری که با تصویر می اومدم میشه گفت یکم بهتر بود. خب ولی گوشی من، چون من با گوشی دارم ویدیو میگیرم و الان این مایکرافت بدراکه و فقط من موس کیبورد دست میکنم به گوشی و گیمای حالا رکورد میکنم و اینا میرم و اینا. بخوام بگم آره من با گوشی میگیرم، بعد گوشی من هم اسکرین رکوردر روشنه، هم مایکرافت یه بازی که یکم سنگینه، بعد از اون ورم تصویرم میارم واقعا لگ میزنه و میخوام توی یوتیوب کلن بدون تصویر چیز کنم، بدون تصویر ویدیو گیم بذارم و حالا با هم دیگه بخوایم توی ویدیو حالا حرف میزنیم، صدامون هست ولی خب تصویر نیست. ما این اسکرین آقا این اسکرین ما توی مایکرافت قراره با هم دیگه، قرار نیست فقط مایکرافت بزنیم، قراره گیم ها خیلی زیاد داشته باشیم و اینکه ما یک کانال دیگه توی یوتیوب داریم و تو اون کانال مثل یه دونه همین ولاگ و یه همین چیزایی آره دیگه 2 تا کانال داریم. این کانال کلا گیم قراره بذاریم، یک کانال دیگه هم حالا ویدیوهای روزمرگی مثل همین ولاگ و یه همین چیزایی اینا یه همین چیزایی. و بخوام بگم که دوستان از اونجایی که من چون در روز زیاد وقت ندارم، میدونی چرا؟ یکی این که 7 صبح تا حالا غروب 5 و نیم 6 این موقع من سر کارم، بعد میرم باشگاه و حالا تا میام اینا یکم در روز خب میشه گفت طول میکشه و میشه گفت امکان نداره که اینکه ما هر روز بخوایم ویدیو داشته باشیم و حالا سعیمون میکنیم تقریبا هفته 3-4 تا ویدیو رو بذاریم و همین دیگه. حتما دمتون گرم، حمایت کنید و کانال یوتیوب ما هم سابسکرایب کنید و این ویدیو ما هم لایک کنید و حالا همین دیگه. ما فقط توی یوتیوب قرار فعالیت کنیم، مثلا جای مثل اینستاگرام و اینا قرار نیست فعالیت کنیم و فقط یوتیوب. حالا امروز برای اولین ویدیو یا اولین ویدیو که نه بعد مدت‌ها برای این ویدیو قراره با هم دیگه حالا مایکرافت رو شروع کنیم که اینجا میایم اول مپمون رو بزنیم که هاردکور باشه. خب دوستان عزیز میایم اینجا و میذاریمش کجا؟ میایم روی چی؟ روی هاردکور میذاریم و میخوایم ببینیم روی هاردکور روی هاردکور میتونیم گیم رو تموم کنیم یا نه. این که من الان با تصویر میام واقعا خیلی بهتره و روی روند گیم پلی یا همون ضبط و اینا خیلی بهتره و اینجوری بهتر میتونیم ویدیو رو بگیریم. و اینکه ببینیم کجا اسپان میشیم. اوه تو جای مزخرفی اسپان شدیم. میگم زوم تاثیر جلو اینا. خب فقط بگم که یه چی میخواستم بگم یادم رفت. بذارم اول صدای گیم خیلی زیاده. من صدای گیم کجا بود؟ اینجا بود. آقا من صدای ولش کن. اگه اشتباه نکنم اینه دیگه. موزیک ما مثلا میذاریم روی 10%، 9%.
داشتم میگفتم دوستان من یه جاهایی از گیم و احتمال داره مثلا استوب کنم، چون قرار نیست که کل گیم رو از اول تا آخر بخوام ریکورد کنم و ویدیو هم طولانی شه هم چرت بشه. خب و اینا رو جمع کنیم، اینا به درد میخوره. خب یه جایی مثلا استاپ میکنم، یه جا دیگه میام اینا و فقط بگم اسکرین ریکورد گوشی من خراب، احتمال صدا و تصویر عقب جلو بشه و این قبلا مشکلم بر من پیش اومده بود و امیدوارم که این مشکل دیگه نمیدونم دور شده باشه اینا، ولی اسکرین ریکوردر هم مشکل داره و همین دیگه. یه جای مزخرفی ما مناشون بکم نمیتونم یه جای مزخرف ما رسپان کرده، نمیدونم کجا، یه بایوم خیلی چرتی. حالا همینجوری باید بریم به کجا میرسیم دیگه، باید به جای خوبی برسیم. اینجا بایومش واقعا به درد نخوره و توی این بایوم که اصلا نمیشه سروایو کرد. یا خدا. خب من اینجا بیفتم، اوه حالا مگه میشه اینجا رفت بالا؟ به بالاخره بایوم میشه گفت بایوم خوبی پیدا کردیم. خب بالاخره میایم چیکار با اینجا میایم اول چوبمونو میکنیم، اول چوب میکنیم، بعد میایم سنگ میکنیم، بعد آیرون، بعد دایمند، بعد ندرایت، بعد پایان بازی. و خب نباید بذاریم شب بشه و باید سریع یه غذا برای خودمون پیدا کنیم یا نه از این بایوم مزخرفی همچین بایومی باید اونجوری باشه خوبه. و خب اول چیکار میکنیم؟ یه دونه کرافتینگ تیبل میسازیم. خب استیک میسازیم با یه حالا پیکس. خب ما اول میایم چیکار میکنیم؟ خب ماهی هم خوبه، ماهی هم خیلی ماهی هم بخوایم مثلا شکار کنیم اینا. به بچه بایوم خوبی، فقط نیاز به سنگ دارم، مسموم شده. سلام. خب
سنگو که همینجا بریم پایین میتونیم به دست بیاریم، فقط نباید زیاد طولش بدیم. خب ما از همینجا شروع میکنیم به کندن سنگ که خب حداقل باید وسایلی که بسازیم شمشیر رو تبر و کلا همون پیککس رو با فکر کنم چیز ظریف فعلا همین که آره دیگه همین فعلا نیاز داریم. 30 تا فکر کنم خوب باشه، 30 تا خوب باشه. اگه بزنیم یادی بکنم یه خب ما میایم چی کار میکنیم؟ اول میایم اینجا حداقل یه 12 استیک اونو میسازیم. بعد سورد نمیدونم بخواد خیلی به درد بخوره، نمیدونم چرا، چون ما از تبر خوب استفاده میکنیم. پیککس همینا رو فعلا نیاز داریم دیگه. آها اینم بکنیم. چوب میکنیم، چوب خیلی نیاز داریم. خب این الان سرعت ما سریعتر شد، ولی ماهی چه کار میکنیم؟ ماهی خب ماهی خب ما الان به چی نیاز داریم؟ ما الان به گوسفند نیاز داریم. حالا چرا گوسفند؟ خب دیگه گوسفند دیگه باید پشمشو هم گوشش هم پشمشو لازم. باجی این از ریدم مثلا این چی داریم از سمتم راستی اصلا بازی هاردکوره. تموم شد. سورد توی دستشو دیدی؟ من تازه میخواستم جونم پر کنم. نه تموم شد مشتی. من تازه میخواستم جونم پر. سورد دستشو دیدی؟ این چند داشت؟ آجی خب ریدیم که. این چه وضعشه مشتی؟ کسایی که حالا من قبلا ماینکرافت بازی میکردم یه مود زده بودم، مود نیم قلب. یعنی چی؟ یعنی تو بازی کلا نیم قلبی. خب یعنی میمردم بازی تموم بود، یعنی هاردکور نیم قلبی. من توی اون مود نیم قلب یعنی کوچکترین دمیج من تمام بازی تمام میکرد. شاید دروغ نگم 10 شب 15 شب ماینکرافت توش دووم آورده بودم. بعد آخر سرم نمردم توش، مپم پاک شد. بعد اصلا این سورد این چند دار خب مگه بله دیگه به همین زودی خیلی تموم شد که امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما کانال ما رو دنبال کنید یا سابسکرایب کنید و همین دیگه. واقعا پایانش انقدر مشتید خیلی زود تموم شد، ولی بازم میریم ماینکرافت هاردکور بازم میریم. و اگه دوست داشتین حتما همین دیگه لایک و کامنت دوست داشتین بذارید و همین دیگه سعیمون میکنیم هر روز ویدیو خبر داشته باشیم و من یه وقتی هم از ما بکنم. دمتون گرم تا ویدیو دیگر، بدرود.